اینجا بازار مزار شریف است، شهری در نزدیکی مرز با تاجیکستان. تعداد زنان در اینجا بعد از آمدن طالبان به قدرت و تباه گشتن احوال اقتصادی افغانستان زیادتر شد. بعضی‌ها نه جای کار دارند نه منبع درآمد. از این رو آن چی را که در خانه دارند می‌فروشند. چیزای خانه را فروختم خلاص کردم، یعنی میکنه و نه آورده نمیشه فروخته نمیشه آمده شد. شکر 8 اولاد دارم. 8 کرایی است. 8 اولاد دارم. یعنی روزگار شوهر ندارم، یک بیوه زن هستم. طالبان اکثر زنان افغان را از حق تحصیل کار محروم کردند و اکثریت در داخل خانه و پشتی در ماندند. بیشتر از دیگران هم طعم تلخ احوال بد اقتصادی افغانستان را میچشند. وضعیت زنها خیلی تأسف‌بار است، مایوسی به اوجش خود رسیده و زنها کدام امیدی ندارند، کدام باوری ندارند تا دوباره به مبارزه ساچانو دوباره حرکت کنند. با آن که حرکت‌های خودجوش زنها ادامه دارد مگر متاسفانه هنوز دستاورد نداشتند. منظور فریبا اکبریار تظاهرات زنان افغان است که در شهرهای گوناگون افغانستان به کوچه ها می‌ریزند و از طالبان می‌خواهند حق کار و تحصیل به آنها را برگردانند. اینجا بازاری رابعه بلخی در مزار شریف و بازاری مخصوص برای زنان است. پاندمی کرونا ویروس کارش را سست کرده بود، اما با آمدن طالبان به قدرت بازار یک بار خالی شد. پیش از کرونا خیلی بازار ما خوب بود، مردم رفت آمدش هم خوب بود، دکاندارا هم می آمدن به یک علاقه‌مندی دکانداریشان آغاز میکردن. بعد از او باز کم رنگ شده رفت، بعد از که دولت آمد بیخی کم رنگ تر شد. سازمان ملل میگوید افغانستان در روبروی یک فلاکت بشری قرار دارد و با سردتر شدن زمستان احوال مردم به خصوص زنان بدتر خواهد شد. در صورت که اگر مرد و زن دو نفر نفقه فامیل به دوش میره، پس 50-50 هست. مردا زنا زیاد احساس مسئولیت نمیکنن، یعنی یک کمی سبکتر و راحت تر هستن. در صورتی که اگر این مسئولیت 100% روی شانه زنا میفته، دیگه وضعیت خیلی رقتبار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولادش روبروش از گرسنگی جان نده. اما در اینجا در بازار مزار شریف زنان مثل امینه شفیع ناامید و نگران است و تمام امیدش را از آینده خود در افغانستان از دست داده است. امید ما از اینجا خلاص است، هیچ امیدی نداریم که می چی جور شود. فقط در حال یک لقمه نان هستیم که می زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص.